سلام، من مجتبی هستم و قصد دارم در این آموزش این اسلاید رو ارائهش رو به شما آموزش بدم. ببینید در این اسلاید با کلیک اول به این صورت کیلومتر ما کار میکنه، کلیک دوم، کلیک سوم. همونجور که میبینید همزمان با اینکه عقربه حرکت میکنه دکمه هم رنگش تغییر میکنه و مطلب شما هم روشن میشه و بالاخره آخرین کلیک. ابتدا از منوی هوم نیو اسلاید بلانک رو انتخاب میکنیم و برای ایجاد صفحه کیلومترمون میایم از هوم درایوینگ آبل رو انتخاب میکنیم. با گرفتن کلید شیفت دایره ای رو رسم میکنیم. بعد از منوی هوم رکتانگل رو انتخاب میکنیم و مستطیلی رو به این صورت میکشیم. اول دایره و بعد مستطیل رو با کلید کنترل انتخاب میکنیم. از فرمت شیپ مرج شیپس اینتر ست رو انتخاب میکنیم. به این ترتیب صفحمون آماده میشه که 90 درجه میگردونیمش. در اینجا قرارش میدیم. با کلید شیفت صفحمون رو بزرگ میکنیم و با کنترل دی یکی دیگه ازش درست میکنیم. با کلید شیفت اندازش رو کوچیک میکنیم. این رو به رنگ دلخواه خودمون، مثلا این رنگ، و آتلاینش رو هم از جنس دشت انتخاب میکنیم. این رو هم در وسط قرار میدیم. در مرحله بعد بیایم عقربه رو ایجاد میکنیم با انتخاب مثلث و کشیدن شکلی مثل این. برای ایجاد انیمیشنز اد انیمیشن اسپین رو میزنیم. میبینید که اسپین به جای اینکه در انتها قرار بگیره در وسط قرار میگیره و چرخش از وسط هستش. برای اینکه این چرخش رو به این انتها منتقلش کنیم از یک ترفند ساده استفاده میکنیم. به این ترتیب که این رو انتخاب میکنیم و با کنترل دی یه دونه ازش کپی میگیریم، برش میگردونیم و در این محل قرارش میدیم. با زوم این رو دقیق زوم بکنیم و بعد از اون بالایی رو انتخاب میکنیم. از فرمت شیپ فیل رنگش رو نو فیل میکنیم و
این آتلانش هم به همین ترتیب و به طور کامل انتخابش میکنیم از ارنج، گروپ و گروپ رو میزنیم و حالا انیمیشنز، اد انیمیشن، اسپین و حالا میبینید که حرکتش از انتها هستش. به همین ترتیب اینو در اینجا قرارش میدیم و انیمیشن رو انجام میدیم. میایم از انیمیشن پن رو باز میکنیم و در اینجا این رو مثلا میکنیم 130 و حتما با اینتر و این رو هم کانتر کلاکویز به این ترتیب انجامش میدیم و بعد برای ایجاد این چراغ کیلومترمون میایم از هوم، درایوینگ، آول رو انتخاب میکنیم و با گرفتن کلید شیفت یک دایره رو ایجاد میکنیم. بعد روش کلیک راست انجام میدیم، فرمت شیپ رو انتخاب میکنیم و در اینجا شادو رو کالرش رو سفید، آلتر دیستنسش رو به 10 میرسونیم و همچنین 3D فرمت تاپ بول رو از راوند کانوکس انتخاب میکنیم و این رو در اینجا قرارش میدیم. یک بار دیگه از انیمیشن پریویو رو میزنیم و این رو محلش رو تنظیم میکنیم. به این ترتیب میایم برای انیمیشن دوم دکممون رو انتخاب میکنیم اد انیمیشن، این دفعه فیل کالر رو انتخاب میکنیم و در انیمیشن پن این رو میزنیم، تایمینگش رو افتر پریویوز انتخاب میکنیم و پریویوش به این صورت میشه. بعد از اون میایم یه تکست باکسی رو در اینجا ایجاد میکنیم از منوی هوم، درایوینگ، تکست باکس میزنیم یا
رو هم در اینجا قرار میدیم و از انیمیشنز وایپ رو انتخاب میکنیم from left. به این ترتیب قسمت اول انیمیشنمون رو پریویوش انجام میدیم و حالا میخوایم که مثلا این مجدداً برای اینکه این عقربه بیادش به این قسمت برسه انتخابش میکنیم و اسپین رو میزنیم و در اینجا 2 بار کلیک و این رو 30 درجه و حتما با اینتر پریویوش رو انجام میدیم میاد تا این بالا و حالا که اومد اینجا اینو با کنترل دی یک کپی ازش میگیریم و در اینجا قرارش میدیم و با انتخاب این تکست باکس کنترل دی این رو هم در اینجا قرارش میدیم و مجددا پریویوش رو انجام میدیم و بالاخره برای آخرین بار اول این رو عقربه رو انتخاب میکنیم add animation spin 2 بار کلیک بر روش این رو 30 درجه اینتر اوکی play from این دکمه رو انتخاب میکنیم کنترل دی و قرارش میدیم در اینجا تکست باکس رو هم کنترل دی تکست باکس رو انتخاب میکنیم کنترل دی و قرارش میدیم اینجا و پلی فرام رو میزنیم از ابتدا به این صورت انجام میشه این قسمت رو انتخاب
و به رنگ سبز. امیدوارم که این آموزش هم مفید واقع شده باشه و خواهشم اینه که حتما سابسکرایب بفرمایید، اون زنگوله رو هم بزنید تا از آموزش های جدید دیگه خبردار بشید.